بسم الله الرحمن الرحیم. با گذشت 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان، تجارت بین دو کشور کاهش قابل ملاحظه داشته است. آمارهای 2 سال اخیر نشان می‌دهد که میزان تجارت بین دو کشور تا 40% کاهش یافته است. بر بنیاد آمارهای دیجیتالی، دو کشور در سال 2024 حدوداً 2 میلیارد و 461 میلیون دلار تجارت داشتند، اما این رقم در سال 2025 با 1 میلیارد و 766 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال 2024 حدوداً 817 میلیون دلار بوده، اما این رقم در سال 2025 با 505 میلیون دلار رسیده و همینطور از این کشور در سال 2024 به ارزش 1 میلیارد و 644 میلیون دلار واردات صورت گرفته بود، اما در سال 2025 مجموع واردات از پاکستان به 1 میلیارد و 261 میلیون دلار کم شده است. ارقام نشان می‌دهد که در سال 2025 میزان تجارت بین دو کشور به ارزش 695 میلیون دلار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.